1,700,000 تومان پول میدی بابت کرم جوانه گندم که بمالی تو صورتت به امید جوانسازی. چرا خود جوانه گندم رو توی سالاد و غذات استفاده نمی‌کنی؟ بیا بهت یاد بدم که چجوری شیر جوانه گندم رو بدوشی. طرز تهیه جوانه ها رو تو پست قبلی آموزش دادم، اما بازم میگم گندم رو می‌ریزی داخل ظرف شیشه‌ای پر از آب می‌کنی، داخل یخچال می‌ذاری، شب تا صبح خیس بخوره. حالا بریز داخل یه آبکش، روش یه پارچه نخی بکش و بذار تو آبچکون ظرفشوییتون یه 24 ساعت بمونه. قابل توجه اون عزیزانی که توی پست قبلی کامنت کرده بودن که ظرف 24 ساعت جوانه نمیزنه، اونم گندم. جمعه ظهر ساعت 12 گذاشتم، الان شنبه ساعت 8 صبح، یعنی کمتر از 24 ساعت. حالا اگه خواستی بیشتر جوانه بزنه بذارش اونجا ساعتی یه بار آبپاشیش کن. حالا بریم با هم دیگه شیرشو بدوشیم. بهتره که اول بریزی داخل دستگاه و آسیابش کنیم. حالا بریز داخل مخلوط کن، یه مقدارم آب بریز. حالا یه پارچه نخی رو دولا کن به این شکل. این لحظه دقیقاً همون لحظه دوشیدن شیر جوانه گندم. حالا این شیر خالص جوانه گندم تو میتونی داخلش انواع شیرینی‌جات طبیعی مثل خرما، موز، عسل، شیره اندور، هر چی که دلت خواست داخلش بریزی و مصرف کنی. من خودم شیر جوانه گندم رو بعد ورزش مصرف می‌کنم. میتونی با کلم کاهو، خیار، گوجه سالاد درست کنی و جوانه گندم رو بهش اضافه کنی و نوش جان کنی. این همون روغن زیتون 20 ساله است. حالا که جوانه گندمت به اندازه دلخواهت رسید، بریز داخل ظرف شیشه‌ای و درشو ببند توی یخچال. حداقل یه هفته میمونه. کرم جوانه گندم به جز خاصیت جوانسازی و رفع چین و چروک، خاصیت ضد آفتاب هم داره. یعنی شما به عنوان ضد آفتاب میتونی استفاده کنی، از خواص دیگرش هم بهره ببری. این کرم جوانه گندم من هر کی تو الان خریده شده مشتری ثابت. اگه دلت خواست دایرکت پیام بده.